یه زمانی هست که ما برای درست کردن بوکت یا پیچیدن دسته گل به یه گلی برمیخوریم که ساقه صافی نداره و ما مجبور هستیم که این ساقه رو به صورت صاف توی دسته گل نگه داریم. برای اینکه این کار رو انجام بدیم ما از سیخ چوبی کمک میگیریم، به این صورت که این قسمت تیز سیخ چوبی رو در قسمت گوشتی گیاه، یعنی قسمت کاسبرگ، حالا فرق نمیکنه که این نزدیک به این قسمت برآمدگی باشه یا فرو رفتگی، جایی که ما فقط آزادی عمل داشته باشیم و بتونیم مانور بهتری بدیم، این کار رو انجام میدیم. این سیخ چوبی رو من توی قسمت کاسبرگ گیاه فرو میکنم، انقدری که از این قسمت گیاه، از این قسمت گل بیرون نزنه. این رو فرو میکنم توی کاسبرگ گل و ساقه رو به سمت سیخ چوبی فشار میدم و با چسب ثابتش میکنم. میتونیم از نوار گاترین هم استفاده کنیم، ولی خب از اونجایی که به هر حال این ساقه لای بقیه گل ها میره و اینکه ما میتونیم توی زمانمون و توی هزینه‌مون صرفه جویی بکنیم، این چسب معمولی کفایت میکنه. این گل هم همینطور فرق نمیکنه کدوم طرف، جایی که ما آزادی بیشتری داشته باشیم سیخ چوبی رو فرو میکنیم و ساقه رو به سیخ میچسبونیم. الان میبینیم که دقیقاً سر گل در امتداد ساقه به صورت مستقیم قرار داره. جایی که من هستم خیلی نزدیک به خیابونه و من از بابت سر و صدای ماشین و موتور معذرت میخوام از همگی.